بچه ها اینه که میبینید لیدی بویه. همین فیلمی که دیدین این بنده خدا لیدی بوی بود، دختر نبود. خیلی از پسر خوش تیپای ما میان اینجا نمیدونن دیگه، اطلاعاتی ندارن در رابطه با لیدی بوی. مشخص هم نیست البته. بعد با طرف پی میکنن، به قول یارو موقعشو میزنن میبرنش خونه، حالا به طرف شیرینی و شام. یهو وسط کار متوجه میشن او گاوشون زایید، بعد پشیمون میشن، بعد به طرف میگن آقا برو نمیخواد. این بنده خدا این لیدی بویا اگه بیان پولشون رو کامل میگیرن از شما، چه شما کارتون رو انجام داده باشی چه انجام نداده باشی. اگه پولش رو بهش ندین زنگ میزنه مأمور سری شما رو میبره. پس قبلش حتما تستش کنین. اینا که رو درواسی ندارن، شما هم رو درواسی نداشته باشین این موقع گول نخورین، چون 95% دخترای خوشقد و هیکل تو تایلند همشون لیدی بوین. مطمئن باشین همشون لیدی بوین. اینو واسه کسایی که میان تایلند حالا اولین باره اطلاعات ندارن بفرستین که حواسشون جمع باشه، موقع گول نخورن. خیلی اومدن اینجا گول خوردن، بعد 30-40 سال صفرشون آزاد شد. مواظب خودتون باشین. عشقی بلند، جاتون هم خالی بچه‌ها.